آقا سلام بچه، چطورین؟ بشات هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. بچه بعد باز 3-4 هفته، نمیدونم، فکر کنم 1 ماه شده ویدیو نذاشتن. امروز اومدیم این ویدیو براتون بذاریم. ویدیو که میخوایم بذاریم موضوعش همون اتچمنت برتر، چون که سیزنم امروز اومده دیگه. منم این ویدیو رو براتون امروز پلی گرفتم. گانای رو زمینم ببینین، مال گیم پلی امروز دیگه معلومه. بعد دیگه خلاصه اومدیم 10 گان برتر. بعدش هم دیگه از این بعد بچه فعالیت ها خیلی 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 زیاد جدی میشه، چون من چند وقتی نبودم. الان دیگه میخوام جدی ویدیو بگیرم. بعد دیگه چنلم خوابیده، من خوابیدم. حالا گیم پلی افغانی بود، چند بار ما رو زد، فشار خوردیم آخرم نتونستیم بزن. نه همین حروم زدم. فکر کنم این یا DNS داشت یا یه چیزی داشتش که اینطوری میزد، چون هیچ آدم عادی نمیتونه اینطوری بزنه. حالا ولش کن بچه. خلاصه این چند روز کلا نبودم دیگه، ببخشیم. اینم گفتم بهتون که فعالیت خیلی جدی تره. بعد دیگه این ویدیو هم 9 دقیقه و 15 ثانیه است. بشینین دوست دارین همش رو نگاه کنین دیگه، همش رو نگاه کنین دیگه. دمتون گرم. بعد خلاصه بچه نمیدونم، پیشم گفتم فردا یا پس فردا ایناست بچه. راست این گانا این سیزنه، نگاه کنی من ویدیو رو این سیزن دارم میگیرم. گانا کل گانای این سیزنه. خب بچه ها مولتی هم یا فردا میذارم یا همه امروز میذارم دیگه ویدیوشو. به احتمال زیاد یا فردا یا همین امروز. اونو 100% میذارم، چون گفتم فعالیت جدی میشه، شوخی هم نداریم. اونم میذارم. دوباره فکر کنم به این افغانی خوردیم. نه اینجا خیلی فشار خوردم. نگاه کن چطوری زم. ترای هاردینیو بچه سالینیو. از اینا باید بذاری براش. چو بعد دیگه چی میخواستم بهتون بگم؟ چند تا ویدیو بچه اچس باز رفته رو باف، یعنی میزنی مخوره، میزنی وان تب. باز کیارم هم همون بافته، ولی بیوای نرف شد. هرچی با بیوای بزنی یارو هیچیش نمیشه. نه هیچیش نمیشه. اینجا رو نگاه، 3 تا به هم افتاد اصلا. بچه ها باز با روز دارم براتون رو نمایی میکنم. بعد دیگه خلاصه حرفی هم ندارم بزنم. بچه برسی 2 تا گانم دادم، اونم دوست داریم بشینین، دوست نداریم نچین. نمیدونم. اکتیویژن که این سیزن قشنگ زده. الان این گانه چیه؟ سیکتیره، شورتیه، چیه؟ هر چی اسمش یادم رفته. حالا تقتقیه. حروم زاده، اون چی گانیه که تو بندازی رو زمین؟ یارو رو یه سن الان هولگر انداخته. هولگر حالا متا شده این سیزن، باف شده. باباگاش هم که نگم دیگه براتون بچه. هر نفر میزنه گانه اپیکاش و گانه دیفالت نشون میده. بیا به نازم باگلی. بعدش هم یه اپدیت بعدی که داده، اصلا تو رفیقت گانمتیک داره، اصلا برات میندازم. خب و اون گانمتیکه تبدیل میشه به گان خودت. اپیک داری، لجنداری، هرچی داری. افغانیه رو بچه دوباره نگاش کنی. دوباره من اینو زدم، دمنجش دادم، میخواستم برم نایفش کنم. نگاه کن، اصلا مگه همینطوریه بیای بزنی بخوره؟ یارای مام که اصلا میزون. بعد دیگه داشتم در مورد چی صحبت میکردم؟ آپدیت ها. یا که مثلا مولتی خیلی بد مثل پابجی شده.
اومد اینا رو ما مسخره کردیم، آخر ستاش بر خود بخوره. ولی با EM2 هم گان خوبیه. شاید یه اتچمنت از EM2 اگه بتونم پیدا کنم شاید براتون بچه بذارم. حالا اگه گیم پلی چطور، من که راضی نبودم من گیم پلی، چون لگ داره یه کمی گوشیم. شاید دیوایس جدید اگه گرفتم ویدیوها رو اصلا 120 FPS میگیره. اصلا گیم پلی آجی دقت کردی وقتی خودت بدون گیم پلی داری بازی میکنی بازیت خیلی خوب وقتی گیم پلی میگیری، اما نه. ولی فکر نکن آجی اینجام دیگه اصلا گیم 9:15 ویدیوه. آجی حوصله‌ام سر رفت اینقدر صحبت کردم. بچه اگه استریم هم میخواین راستی شاید تو تابستون بذاریم استریم 100%. یه دونه استریم که میذاریم اگه استریم خوب بود کارو گرفت استریم رو میذاریم دیگه، میذاریم عشق کنیم. چو بعد بهتون یه دونه آموزشم فردا بعد این ویدیو 5 تا گانو برتر یه دونه آموزشم دارم که اونم بریم ببینیم واسه همین چیزا. ریکوردری که ضد لگ نیست، یعنی مثلا ریکوردره ویدیو میگیره ولی لگ ریکوردر رو گوشی رو گیمت نمیندازه، فهمیدی؟ همون ریکوردر ضد لگ. چرا بعد گرافیکتون هم اگه ضعیفه بزنید رو لوف. مثلا اکتیویژن سیزن ریده همینو بس، یا میزنی یه بار وان تپ میشه یا وان تپ نمیشه. اصلا یه وضعی اینجا نگاه پرک شادگان برداشته نمیشد. با این یارو اتچمنت رو شیده و خوب بود ولی عشق کردم. جام که یارمونم که کلن EFK بود هیچ کنسل بننجک به پوینت. مثلا سرورای من مثلا یه نفرش رو میبینید چیتر در میاد، مثل افغانه حرومزاده دیگه نستده بود. هیپ فایر هدشات داداش این DNS نیست چیه؟ حالا ما ملون دیگه اصلا HS اسکلتیم راستی این سیزن اصلا بندازین دور، فقط دیفالت هم خوش دستره هم بهتر. بیا حالا من به این چی بگم؟ خب نگاه کنیم بچه اینجا اومد یه دونه شونو یه میز 2 میز 3 میز اصلا نمیخورد، یه دونه شونو زدم اینم زدم. خب بری به چی بگم بچه؟ حالا ول کن. یه دونه 117 که بچینین متای این سیزنه، یعنی لیزر کیارم که کیارم حالا زیاد خوب LK24 که اگه نسبتون فکر کنم نسبتون میشه لجندش دارین HS گفتم بهتون. دیلم که نگم اصلا این گانم خیلی خوبه بچه. حالا من لجندشو دارم چیدم ولی چون دوست داشتیم بچینم خیلی خوبه. خب دیگه حالا بی معطلی بریم سراغ خداحافظی. بچه ها دیدین اون افغانی چیت بود، حالا ولش کن چون کاری ندارین تا ویدیو دیگه. فعلا بدرود.